خدا در اینجا ما قصد طرح یک مثال برای شما داریم. در تانک سلول سویچ نصب شدن. زمانی که سیال به یک سویچ میرسد خروجی یک شود. سیال توسط بلب ورودی وارد تانک شود. وقتی سطح هنوز به حد اکثر نرسیده والو باز است، ولی وقتی سویچ یک میفرستد نشانگر سطح ماکسیموم است و در این حالت والو بسته می شود و پس از بسته شدن والو وقتی سطح به مینیمم رسید والو مجددا باز شود. در اینجا یک فلیپ فلاپ SR بیت لاجیک یک نند نور هر کدوم سه پایه و سه لول سویچ آیه 0.0 آیه 0.1 آیه 0.2 آیه 0.0 آیه 0.1 آیه 0.2 نند به ریست بس میشه و نات میشه. نورم به ست وصل میشه. خروجیمونم که 0.0. در اینجا ما عمل کامپایل رو انجام میدیم. عمل کامپایل در حال انجام شدنه. عمل کامپایل انجام شد میبندیم. عمل دانلود انجام میدیم. عمل دانلود انجام شد. ما در اینجا رانش میکنیم. همینجوری که ملاحظه میکنید طبق تعریفی کردیم گفتیم در تانک سه لول سویچ نصب شدن. زمانی که سیال به یک سویچ میرسد خروجی یک شود. پس خروجی همینجوری که ملاحظه میکنید یکه. سیال توسط بلب ورودی وارد تانک شود وقتی سطح هنوز به حد اکثر نیست والو باز. پس والو همینجوری که ملاحظه میکنید باز و یکه، ولی وقتی سویچ ها یک میفرستن نشانگر سطح ماکسیموم است و در این حالت اگه دقت کنید والو بسته می شود. سه تا سویچ عمل کردن و والو بسته شد و پس از بسته شدن والو وقتی سطح به مینیمم رسید والو مجددا باز بشه و مجددا سطح میرسه به پایین ترین حد خودش و باز دوباره مجددا باز میشه. با سپاس از دوستان. با کامنتاتون ما رو در ارتقای این پیج یاری کنید و ما رو هم فالو و لایک کنید. با سپاس از دوستان.